اگر شخصی بتوانه حال حضور نماز رو در همه اوقات شب و روزش یه همچه حالی داشته باشه، آیا میشه؟ میفرمایم بله. وقتی شما تمرین کنی دم به دم، نفس به نفس ذکر دائم با خودت داشته باشی، دیگه اون دل نورانی و دل متذکر حق و اون دیگه شما رو باز نمیداره. یعنی اگر شما بخوای کم بذاری، اون میگه نباید کم بذاری. اون دیگه اونقدر شما تمرین کردی که دل رو همیشه به یاد خدا انداختی و این دیگه یه حالتی است که هر جا بری هر جا بیای همیشه در یاد خداست.